درود بر تمام عزیزان گیمر ای فوتبال، خوش اومدین به چنل خودتون PS پرشین. ما ویدیو پک اوپنینگ داریم برای آقا خوشگله نیمار. تارگتمون نیمار، گزینه دوم مارسلو، گزینه سوم که دوست نداریم پیش بیاد هوگو لوریس که من مطمئنم اگه قرار بگیریم قرار هوگو لوریس بگیریم. خب بریم داخل اگه یه بررسی چیزی بکنیم. آقای خوشگله پسر، موهای طلایی، 2014، سبک وینگر، دریبلینگ بالا، بال کنترل بالا، تایپ پوزیشن بالا، فینیش و کل خوب، اکسلریشن و اسپید و کیک پاور خوب و بالانس خیلی هم بهتر. اسکیلاشون اینه که اسکیلای خاصشون اکسلریشن برست و با مگنتیک فیت. آقای مارسلو فول بک فینیشره که اگه اومد تو ترکه باید یه دفنسیو بهش بدیم که خیلی نره جلو. با اسکیلای فکر کنم مونتو دیرینگ و فنومنال پاس بود. بله. آقای هوگو لوریس، من تعجب کردم که واقعا تو این لیست دنبال نویری چیزی بودیم، ولی اگه بایرن هنوز با ای فوتبال قراردادش قطعا ما تو این باکس نویر میدیم به جای هوگو لوریس. خب ما یه روشی که قبلا یه 2-3 بار زدیم جواب داده، یه 2-3 بار زدیم جواب نداده، یه باکس دیگه رو بررسی میکنی، می درجه این طرف واسه این باکس یه 100 میزنی. این باکس هم خیلی خوبه، دمبلش خیلی خوبه، دوتای بغلش واقعا اذیت میکنن، نیستمشون. خب این باکس رو بررسی کردی، یه دفعه یه 100 واسه این میزنی. آربی بعد مارسلو رفت فراس بازی کرد 74 ایدهانی تو گایده عقب جلو حالا برای یه 900 کنسل خودت میدونی که من چند وقت بازکن با سکه نگرفتم، 6 ماهی هست، واسه 3-4 ماهش خط بود، چند وقتی نگرفتیم. الکی روش هرکی میگه روش کسشیر میگه. بعضی وقتا یه حرکت 2-3 بار جواب میده، بعضی وقتا جواب نمیده. آیا اون روش قطعی خیر، روش 50% خیر، اصلا به حجم سکه‌ای که داریم. حالا به حجم سکه هم نیست، هر چقدر زده طرف 100 تا زده گرفته، 900 تا زده نگرفته، 5000 تا زده نگرفته. خب بریم برای 900. خدایا CF هایلایت، اون بالایی است، بالایی هم نبود، پایینیه بود، 79 آخرین هایلایت. بله دیگه لام از سب. یه 100 دیگه بزنیم. این سیاهه، نمیده، باور کن نمیده. بریم یه دو ترکیب بیایم. نگاه چقدر کسچری گرفتیم. ترکیب رو بزنیم اسپانیا. باکس یه دور دیگه از اینجا بررسی میکنیم. اولین بازیکن باکس.
ناموسم بده کامی کسکش، بده کیری، بده حروم زاده. سکه خیلی سخته جمع کردنش، ما سکه نمیخریم که داریم جمع میکنیم. کیری خان، کسکش خان، حروم زاده. طرف دیدم با 900 اول کشته بیرون، 900 دوم هم داده بازم گرفته. بعد ما 900 اول زدیم خیار داد بهمون. چرت پرت چرت پرت، کسشر کسشر کسشر، یعنی این کسا شر. اوف کیرم توش، کیرم توش، کیر توش، کسکش خان. چه وضعشه؟ با 100 کم که نمیده، با 100 کم نمیده که. کو بده گایده ما رو با RWF. حروم زاده بده دیگه، مگه مادر تو من گاییدم نمیدی؟ اگه ما سکامون بگاه رفته، بیا یه 100 واسه این بزنیم، 200 رو واسه این بزنیم. ای خدا ای خدا ای خدا، میدونستم نمیده این بی ناموس. نگاه من چند تاشو دادم، 23 تا از بازیکن بازا خالی کردم، 26 کرد تو چون مادرت. شیرم دهنتون بره. نگاه کن نگاه کن، هی خدا. نیمار همینجوری مصدوم بمون. خدا یه چی میدونست تو رو یه سر مصدوم کرده، یه 2300 سکه ما رو به گاه دادی. کیر دهنت، کیر دهنت. ها خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین. چی بگم دیگه، نگرفتیم دیگه. البته شوکوس شماست چرم زدیم و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. روش ما رو امتحان نکنید، این روش ما رو روش دیگه ای بزنید. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین. کانال رو سابسکرایب کنید، توی کانال تلگرام جوین شید. همه آمارها رو میذاریم، بهترین ارتقایی که میشه برای یه بازیکن بدی اوورالش دست نخوره هم میذاریم. آدم روز خوبی داشته باشید.